یه لحظه تصور کن نشستی روی مبل، یهو با خودت تصمیم میگیری که میخوام توی چند ماه آینده یه بدن فوق‌العاده خوب بسازم. پر از انگیزه و انرژی هستی، ولی یه مشکل هست. اونقدر وقت نداری که بری باشگاه. برنامه بدنسازی که گرونه. کدوم مربی اصلا قابل اعتماده؟ برنامه تغذیه از کجا تهیه کنی؟ از کجا شروع کنی تا در کمترین زمان به بدن ایدئالت برسی؟ و کلی مشکلات دیگه که وقتی میخوای بدنسازی و فیتنس رو شروع کنی جلوی پات قرار میگیره و اگر همه این مشکلات رو حل کنی کلی انرژیت گرفته میشه، انگیزه ورزش کردنت هم نابود میشه. ولی دست نگهدار، من اینجام که امروز تمام مشکلاتتو توی یه دونه ویدیو حل کنم. اگر یه جفت دمبل یا یه کش توی خونه داری و لبه مبل، میتونی یه بدن فیتنسی خوشگل بسازی، چه خانوم چه آقا. تو همین ویدیو یه برنامه تمرینی رایگان حرفه‌ای با متد روز دنیا بهت میدم. بهترین تمرینات هر ماهیچه با دمبل رو برات به صورت صحیح توضیح میدم که بتونی با یک جفت دمبل بهترین بدنت رو توی خونه بسازی. حتی به میز باشگاهی هم نیاز نداری. میتونی بدون هزینه در کمترین زمان بهترین نتیجه رو بگیری. یه کاغذ قلم بردار، مستقیم بریم سر تمرینات. روز اول سینه، سرشونه، پشت بازو. تمرین اول قفسه سینه دمبل 5 ست 10 تکرار. بعد از اینکه روی زمین دراز کشیدید این تمرین رو به دو شکل میتونید انجام بدید. مدل اول آرنج ها وقتی به زمین اصابت میکنه 90 درجه هست و دوباره به سمت بالا برمیگردید. مدل دوم که سخت‌تره و کشش بهتری روی عضله داره ولی باید سبکتر بزنید، اینه که دستاتون تقریبا صافه و قبل از اینکه به زمین بخوره دوباره برمیگردید به سمت بالا. تمرین دوم پرس بالاسینه دمبل 4 ست 12 تکرار. تقریبا مثل حرکت قبله، فقط اینجاست که باید از لبه مبل استفاده کنید و نکته‌ای که در حرکات سینه باید بهش توجه کنید اینه که آرنج شما نسبت بدنتون 90 درجه نیست، بلکه از بالا که نگاه میکنید کمتر از 90 درجه است و به سمت 45 درجه شدن میره. تمرین سوم بالاسینه فلای سیمکش با دمبل 3 ست 10 تکرار. چی شد سیمکش با دمبل؟ بله، شما همین حرکت فلای بالاسینه رو با سیمکش میتونید انجام بدید، با دمبل هم به صورت خوابیده میتونید انجام بدید و حتی آسیبش از سیمکش هم کمتره و فشار خیلی فوق‌العاده‌ای هم به بالای سینه میاره. برای این کار فقط نیاز روی زمین بخوابید، دستا به حالت 45 درجه به بالا و پایین میره. نکته مهم کف دستا به سمت بالا هستش، دقیقاً مثل حرکت سیمکش. تمرین چهارم سرشانه پرسی دمبل 4 ست 10 تکرار. این حرکت رو میتونید به صورت نشسته یا ایستاده انجام بدید. باز هم حواستون باشه که آرنج ها اگر از بالا که نگاه میکنید توی یه صفحه قرار نمیگیره و یک ذره متمایل به جلو هست. راستی تعجب نکنید چرا حرکت پرس سرشونه توی روز سینه هست، چون این برنامه حرفه‌ای با سیستم PPL هست. باز اگر میخواد دقیق بدونید که چطور خودتون برای خودتون برنامه حرفه‌ای بنویسید، با سیستم‌های مختلف روز دنیا 4 قسمت ویدیو دارم که خودتون توی اون 4 قسمت میتونید به صورت کامل برنامه بدنسازی حرفه‌ای بنویسید. لینکشو میذارم. تمرین پنجم سرشانه صلیب 4 ست 15 تکرار. در مورد صحیح زدن این حرکت هیچ وقت بدنسازا به یک اتفاق نظر کلی نرسیدن، ولی چیزی که برای من خیلی خوب فشار میاره اینه که دستا کامل طرفین باشه و تا خط سرشونه بیاد بالا. تمرین ششم پشت بازو نشسته دمبل تک 6 ست 8 تکرار. این حرکت فوق‌العاده به علت کشش خوب عضلات پشت بازو خیلی میتونه به سرعت رشد عضلات پشت بازو شما کمک بکنه. فقط کافیه که دستتون به سمت پشت سرتون حرکت کنه و سعی کنید که مفصل آرنج محور حرکت باشه و در بهترین حالت بی حرکت بمونه. تمرین آخر در روز اول شنا 3 ست تا ناتوانی هستش.
اینجا فقط میخوایم تخلیه ماهیچه داشته باشیم برای حد اکثر کردن ماهیچه سازی. اگر نمیتونید برید از زانو استفاده کنید یا روی سطح شیبدار. یادتون نره نباید تعداد بالا بتونید انجام بدید. در غیر این صورت یعنی تمرینتون سبک بوده و باید از وزنهای سنگین‌تری استفاده کنید که ماهیچه از قبل خسته شده باشه. اینجا نهایتاً باید بتونید 3 الی 15 تا برید. روز دوم، زیر بغل، جلو بازو، عضلات شکم. تمرین اول، زیر بغل دمبل تک خم، 4 ست 10 تکرار. یک دست روی جا تکیه قرار میدید، دمبل پایین خط کمر رو لمس میکنه، آرنج ها مستقیم میاد به سمت بالا. میتونید آرنج رو به سمت بیرون هم بیارید، ولی اون یه حرکت دیگه است، ما اونو اینجا نمیخوایم. راستی کل مهرهای ستون فقرات کمری، سینه‌ای و گردنی در یک خط باشه. تمرین دوم، پارویی دمبل خم، 5 ست 8 تکرار. مجددا ستون فقرات کمری، سینه‌ای، گردنی در یک خط، کف دست ها به سمت خودمون، آرنج ها 45 درجه از بدن. حرکت رو خیلی آروم اجرا میکنید. نکته مهم در طول تمرین این حرکت، ماهیچه‌های شکم رو حتما منقبض کنید. تمرین سوم، نشر خم دمبل، 4 ست 8 تکرار. ستون فقرات مجددا مثل قبل، آرنجا به صورت دورانی به سمت بالا پرتاب میشه. تمرین چهارم، جلو بازو دمبل، 4 ست 10 تکرار. این که دیگه مشخصه، میریم سر تمرین بعدی. تمرین پنجم، جلو بازو دمبل چکشی، 4 ست 10 تکرار. مدل اول میتونید دستتون رو مستقیم به سمت بالا بیارید. مدل دومی که من میپسندم، در امتداد بدنتون به سمت بالا بیارید، همونطوری که توی تصویر میبینید. تمرین ششم، شکم دراز نشست دمبل، 4 ست 15 تکرار. تمرین هفتم، راشن تویست، 3 ست تا ناتوانی. قبل از اینکه تمرینات روز سوم رو شروع کنیم، لایک ویدیو یادتون نره، کانال رو حتما سابسکرایب کنید. تو قسمت کامنت ها سوال، نظر، پیشنهادی بود بنویسید، همه رو میخونم. روز سوم، 4 سر پا، همسترینگ، ساق. تمرین اول، اسکوات دمبل، 6 ست 10 تکرار. این حرکت رو چند مدل میتونید انجام بدید. یا وزنها کنار بدنتون قرار میگیره، یا وزنها رو جلوی بدنتون نگه میدارید، یا نوع مورد علاقه من، وزنها رو روی شونه نگه میدارید. باعث میشه که سر و بدنم حدالامکان صاف بره بالا. راستی اگر حرکت اسکوات رو بلد نیستید، با میله هالتر یه ویدیو کامل در موردش توضیح دادم، حتما نگاه کنید، لینکش رو میذارم. تمرین دوم، لانج یا لانجز، 6 ست 8 تکرار. 3 مدل میتونید این حرکت رو اجرا کنید. یا کلاً به یک سمتی حرکت میکنید، مثلا توی حیاط، یا یک پا میره به سمت عقب و دوباره برمیگرده جلو، و نوع مورد علاقه من، یک پا میاد به سمت جلو و دوباره برمیگرده عقب. اگر میبینید که دمبلتون بغلتون هست و هی تاپ میخوره، مجددا میتونید دمبل رو روی شونه ها نگه دارید. تمرین سوم، ددلیفت رومانیایی، 6 ست 10 تکرار. کف دست به سمت بدن و فرض میکنید که کف دستتون روی پاتون میکشید و به سمت پایین میرید. برای اجرای درست این حرکت، باسن رو باید به سمت عقب حرکت بدید، به نوعی که ساق پاتون
عمود به زمین باشه. خیلی مهم هستش ها. تمرین 4 ساق ایستاده. 4 ست 15 تکرار. متاسفانه هر چقدر که دمبلتون سنگین باشه احتمالاً برای ساق زدن سبکه. پس سعی کنید به سمت عقب برید و به همین شیبی که دارید باعث میشه که کشش بیشتری توی ساقتون داشته باشید و بیشتر حسش کنید. تمرین 5 ساق نشسته. 4 ست 12 تکرار. میشینید روی مبلتون، هر دو دمبل رو روی زانو نگه میدارید در امتداد مچ پاتون و از مچ پا حرکت رو بالا پایین میکنید. برای کشش بیشتر میتونید یه چیزی هم زیر پاتون قرار بدید که مچ پاتون بیشتر از 90 درجه بره پایین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا برنامه بعدی، خداحافظ.